تصور کنین از چت جی پی تی چیزی شخصی میپرسین و مکالمات شما در جستجوی گوگل نمایش داده میشه. چنین چیزی اتفاق افتاده و حتی در چند مورد کاربران قابل شناسایی بودن. به ویژه برای شمایی که در ایران هستین، این مسئله با توجه به تلاش حکومت برای کسب اطلاعات از شهروندان بسیار مهمه. حالا ماجرا چی بود؟ اوپن ای آی آزمایشی رو اجرا کرد تا پیدا کردن چت‌های مشترک رو آسان‌تر کنه. کاربران چت‌ها رو با استفاده از یک لینک بدون اینکه متوجه باشن این لینک‌ها میتونن چت رو عمومی کنن به اشتراک میذاشتن. چطور بفهمین که آیا شما هم تحت تاثیر قرار گرفتین یا نه؟ به چت‌های مشترک خودتون در چت جی پی تی نگاه کنین. عنوان چت‌های خودتون رو در گوگل جستجو کنین. در صورت نیاز میتونین از ابزار حذف گوگل استفاده کنین. چطور هنگام استفاده از چت‌بات‌های هوش مصنوعی ایمن بمونیم؟ اطلاعات شخصی مثل نام، آدرس یا رمزهای عبور خودتون رو به اشتراک نذارید. فایل هایی رو که حاوی داده های حساس هستن آپلود نکنید. تاریخچه چت خودتون رو مرتباً پاک کنید و سیاست های حفظ حریم خصوصی چت بات ها رو بخونید. در صورت استفاده اونها از داده ها برای آموزش مدل های هوش مصنوعی شاید بهتر باشه از استفاده صرف نظر کنید. و در آخر، اگه در ایران هستین، هنگام استفاده از هر اپلیکیشنی اول حفاظت از حریم خصوصیتون رو در نظر بگیرید.